سلام دوستای عزیزم، خوش اومدید به 4مین آیتم از آموزش کیک های مدرسه‌ای. این کیک خوشمزه‌مون کیک گلاب و زعفرون هست که یک کیک بسیار خوشمزه با بافت پنبه‌ای و عالی هست. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید تا با هم درستش کنیم. برای درست کردن این کیک خوشمزه که اصلا به همزن برقی هم احتیاجی نداریم، به 2 عدد تخم مرغ نیاز داریم که داخل یه ظرف میشکنیم. وزن تقریبی تخم مرغ‌ها بهتره که از 60 گرم کمتر نباشه. بهش نصف پیمانه شکر دانه ریز و نصف قاشق چایخوری پودر هل و 1/4 قاشق چایخوری وانیل اضافه میکنیم و با همزن دستی اونقدر هم میزنیم تا کرم رنگ و کشدار بشه. برای درست کردن کیک هایی که از همزن برقی استفاده نمی کنیم بهتر از شکر دانه ریز یا پودر شکر استفاده کنیم تا با هم زدن به راحتی شکر داخل تخم مرغ ها حل بشه. سعی کنید در یک جهت هم این مایه رو هم بزنید. همینطور که میبینید این مخلوط ما کرم رنگ و کاملا کشدار شده. بعد از اون 1/4 پیمانه شیر و 1/4 پیمانه روغن مایع بهش اضافه میکنیم. همه موادمون هم کاملا همدمای محیط هستن. من مقدار دقیق این مواد اولیه رو در قسمت توضیحات براتون مینویسم تا بتونید به راحتی ازش اسکرین بگیرید و همیشه داشته باشید. وقتی که روغن و شیر رو اضافه کردید فقط در حد مخلوط شدن هم میزنید. در آخر هم 1 قاشق غذاخوری زعفرون دم کرده غلیظ و 3 قاشق غذاخوری گلاب اضافه میکنیم و مجددا هم میزنیم تا به خوبی با هم دیگه ترکیب بشن. حالا 1 پیمانه آرد رو به همراه 1 قاشق چایخوری بیکینگ پودر طی 2 مرحله روی موادمون الک میکنیم و با کمک همزن دستی به آرومی و در یک جهت مواد رو فولد میکنیم تا آرد به خورد مواد بره و در نهایت هیچ گلوله آردی داخل موادمون باقی نمونه. دوستای عزیزم بسیار خوشحال میشم اگه تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. این ویدیو رو لایک کنید و کانالم رو سابسکرایب کنید. حتما هم نظرات خودتون رو درباره این رسیپی برام کامنت کنید. من با خوندن پیام های شما خیلی انرژی میگیرم. توجه کنید که شما فقط با لایک کردن و کامنت گذاشتن میتونید از من و کانالم حمایت کنید و به بیشتر دیده شدن این ویدیو کمک کنید. پس لطفاً این کار رو برام انجام بدید. مایه کیک خوشمزه‌مون آماده شد. غلظتش هم در نهایت باید به این اندازه باشه. من همیشه در آخر برای اینکه بتونم به راحتی مایه کیک رو داخل قالب‌های کوچیک بریزم، این مایه رو داخل قیف میریزم. ولی اگه شما قیف نداشتید هیچ اشکالی نداره، با کمک ملاقه میتونید این کار رو انجام بدید. ولی با کمک قیف بسیار کارتون تمیزتر در میاد. میتونید این کیک خوشمزه رو به صورت یکجا توی قالب‌های بزرگ بریزید و بپزید. ولی برای کیک های مدرسه‌ای بهتره که از قالب مافین یا قالب‌های کیک یزدی استفاده کنیم که به صورت تک نفره سرو میشه. من اینجا از قالب کیک یزدی استفاده کردم. میتونید از قالب مافین یا از قالب پای هم استفاده کنید. قالب ها رو توی سینی فرم میچینیم و کپسول ها رو داخل اون قرار میدیم و حالا با کمک قیف مایه کیک رو داخل کپسول ها میریزیم و تا 2/3 اونها رو از مایه کیک پر میکنیم. حواستون باشه که کپسول ها رو پر نکنید تا جا برای پف کیک باشه. این کیک بسیار خوش عطر و بو هست و درست کردنش هم همینطور که دیدید خیلی راحته. پس حتما یه بارم که شده این کیک خوشمزه رو درست کنید و نظراتتون رو هم برام کامنت کنید. حالا سینی رو توی فرن با دمای 180 درجه که از 10 دقیقه قبل روشن کردیم قرار میدیم به مدت 20 دقیقه تا کاملا مغز پخت بشه.
اون مقدار مایع کیکی هم که اضافه اومد توی این قالب میریزم. کف و دیواره قالب رو با کمک ارده چرب میکنم تا کیکم به قالب نچسبه. بعد مایع کیک رو توی اون میریزم و درون فرن قرار میدم. همینطور که دیدید این کیک خوشمزه رو میتونید توی این قالب های عصرونه معمولی هم بپزید. بفرمایید این هم از کیک گلاب و زعفرون بسیار خوش عطر و بوی ما که آماده شد. همینطور که دیدید درست کردنش خیلی راحت بود و وقتی که کیکمون پخت از قالب جدا میکنیم و روی توری خنک کننده میذاریم تا کاملا از حرارت بیفته و سرد بشه. این هم اون مایع اضافی که داخل قالب کوچیک‌تر ریختم. همینطور که دیدید ارده بهترین روغن جدا کننده هست و شما میتونید با کمک ارده هر نوع کیکی رو که دوست دارید بپزید و مطمئن باشید که کیکتون اصلا به قالب نمیچسبه. من در آخر روی کیک ها رو با کمک شکلات شیری بیماری شده و پودر پسته تزیینش کردم که شما میتونید اصلا این کار رو هم انجام ندید. مثل همیشه منتظر لایک و کامنت های زیباتون هستم. از شما ممنونم که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. لایک و سابسکرایب نیز فراموشتون نشه. امیدوارم شما رو در ویدیوهای بعدی خودم ببینم. تا آموزش بعدی، خدا یار و نگهدارتون.